درست است. میگن که با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. باید که همه کار از روی حکمت باید باشد. حالا حکیم کامیاب، انسان موفق همونی است که دشمنش رو دوست میکند. لیکن بی‌سواد، متعصب و بدخواه همونی است که دوستش رو دشمنش میکند. در حقیقت این واقعیت دارد. باید که همه دعاگو در حق پیشوای ملت باشیم و دعای خیر برکت دایمیان باشد. حالا دعا هیچ رد نمی شود، چرا که پروردگار میگه دعا کنید، پس هیچ ممکن نیست دعا را قبول نکند. وقتی پروردگار خود میگه دعا کنید دعا را قبول نکند، یعنی پروردگار وعده خلاف نیست، هیچ وعده خلافی نمیکند. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله وقتی که در حق پیشوای ملت دعا میکنید، مردم، یعنی در قلب مردم، در روح و روان مردم این جای میشود که نویس که ما کامیابی ما با متحدی رهبری ما هست. وقتی که نزاع باشد، فتنه باشد، در اونجا کثرتی و نحسی و کثافتی است. وقتی که متحدی و اتفاق و برادری و خیرخواهی باشد، در اونجا تمامی خیر و برکت الهی هست.